خیلیامون جدیدن فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها احمق‌ترین مردم جهان هستن. بریم ببینیم این صحت داره یا نه و ما ایرانی‌ها لحاظ IQ آیا پایین‌ترین رده جهان هستیم یا نه. این سایت اول بهتون معرفی کنم. این سایت داره به ما میانگین IQ رو نشون میده بر اساس کشورها و آپدیت جدیدش 2025 هست، یعنی اصلی ترینشه. حالا میریم از پایین شروع می‌کنیم تا برسیم بالا ببینیم آیا ایرانی‌ها احمق‌ترین و کم IQ ترین مردم جهان هستن یا نه. دارید مشاهده میکنید تو این پایین جدول اکثر کشورهایی که جز پایین ترین رنکینگ IQ با IQ 90 هستن تقریبا کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا هستن و پاکستان رو مشاهده میکنید با رتبه 97، تاجیکستان با رتبه 96، عربستان سعودی رتبه 95، عراق رتبه 93 و بحرین هم رتبه 92، عمان هم رتبه 91. جالبه عمان و بحرین و عربستان سعودی با ارزش‌ترین پولهای جهان هم تقریبا دارن، ولی چجوری با این IQ تونستن به این حالت برسن خیلی عجیبه. تا بالاتر ببینیم ایران پس رده چندمه تو این پایینا که نبودش. میریم بالا. کشورهای اروپایی رو شما دارید مشاهده میکنید. نروژ رتبه 51 جهان، سوئد رتبه 53 و ترکیه رو میبینید با IQ 99.07 رتبه 46 دنیا هستش. البته سه نمره امسال رشد داشت. همینطوری میرید بالا. جالب ایران همچنان هم تو صدر پایینترین ها نبود. پس چندمه؟ اینجا مشاهده میکنید که بسیار عجیبه که ایرانی ها رتبه 4 IQ جهان دارن و بعد ژاپن و بعد کره و بعد هم چین. و جالب اختلافش با ژاپن و کره جنوبی در حد دهمه، یعنی